خب ببین آقا بهادری عزیز، تابلو فرمان درایوایی که میاد اینا داره پیش ماست. خب دو مدل میاد. یه مدل کلا تابلوهایی که داریم یه مدل تابلوهای گیربکسیه، خب که خود گیربکسی ها شامل اوپن و کلوز میشه. اوکی، که به عرضت برسونم اگر این موتور ما اینا، ببین این موتور گیربکسه. گیربکس یعنی چی؟ میبینی اون چیزا رو داره، اون یارو بزرگره داره. اینا نوع موتورش موتورهای گیربکسه. خب خود گیربکس میتونه به صورت اوپن راه اندازی بشه، میتونه به صورت کلوز راه اندازی بشه. کلوز یعنی چی؟ یعنی یه دونه اینکودر روی موتور نصب میشه که این که کنده شده، آفرین، که این سیمای اینکودر وصل میشه به درایو، در واقع میشه کلوز لوپ. در واقع این درایو وظیفش اینه که این موتور رو کنترل میکنه، سرعت موتور رو کنترل میکنه، کم میکنه، زیاد میکنه و اینا. حالا اگر اوپن باشه این میاد چیکار میکنه؟ با توجه به فرامینی که این برد ما به درایو میده، متوجهی؟ این میاد سرعت موتور رو کم و زیاد میکنه. یعنی لحظه اولی که این تابلو فرمان، کلا از اینجا بهت شروع بکنم، این تابلو فرمان وظیفش چیه؟ کنترل آسانسوره. خب مغز کنترلی آسانسوره که چه دستوراتی میده؟ این دستور میده سرعت موتور، یعنی لحظه اول که استارت بهش میدی احضارا رو میگیری، خب دستور میده که آقا جون من شما الان باید با دور تند بری، متوجهی؟ نزدیک طبقه شدی بیفتی رو دور کند، موقعی که سر طبقه رسیدی باشی، متوجهی؟ که تمام این احضارها، اینا احضارهاییه که براتون برسونم که داخل احضارهای داخل کابین و بیرون کابین براتون برسونم هسته. شما وقتی که احضار میدی این رو حالت نرمال متوجه میشه که لحظه اول باید با دور تند بره، نزدیک طبقه رسید بیفته رو دور کند، بعد براتون برسونم که سر طبقه بیفته متوقف بشه. فرمانشو برد میده به درایو یا خود درایو این فرمان؟ الان همه رو بهت توضیح میدم. برد میاد چیکار میکنه؟ برد میاد فرامینو تو این تابلو فرمان، باز مغز کنترلی که این برد است، برد فرمان میده به درایو، متوجهی؟ درایو وظیفش فقط تغییر سرعت موتوره. اگر اینکودر نداشته باشه این تغییر سرعت میشه به صورت اوپن لوپ. یعنی این درایو میاد با توجه به فرامینی که برد بهش میده سرعت رو تغییر میده، ولی هیچ فیدبکی از موتور نداره. اما اگر کلوز لوپ باشه، با توجه به این که این برد داره فرمان میده به درایو هم فرمان تغییر سرعت رو به موتور میده، علاوه بر اون میاد خروجی موتور هم میگیره. آره میاد، آره متوجه میشه، آره فیدبکشو داره، متوجه رفتار موتور میشه، میدونه که آقا من الان دستور دادم سرعتش کم بشه، پس موتور الان سرعتش کم شده یا نشده. کلوز با اوپن تفاوتش اینه که چون فیدبک داره از خروجی موتور، کنترل درایو خیلی دقیق تره. پس این درایو وظیفش چیه؟ وظیفش کنترل دور موتوره. این برد اصلی ما وظیفش به عبارتی میشه گفت مغز کنترلی خود تابلو فرمانه که فرامینو میده به درایو. با توجه به چی؟ با توجه به حالا اون ورودیایی که میگیره و با توجه به سنسورهایی که داخل چاهک آسانسور هستش. بعد این نوع موتور گیربکس بود. حالا یه مدل دیگه جدیدتر بروزتره میشه موتورهای گیرلس. موتورهای گیرلس نسبت به موتور گیربکس حجمش کمتره، راندمانش بالاتره، دیگه اون گیربکس رو نداره. اما تو موتور گیرلس درایومون باید حتما متفاوت باشه، یعنی درایومون هم یه پله بالاتره، درایویه که کنترل کردن موتور گیرلس رو به عهده بتونه بگیره، و اینکه تو موتور گیرلس حتما باید کلوز باشه. اوکی، پس تو تابلوهای تری وی اف همون درایو دو مدل تابلوهای گیربکس، تابلوهای گیرلس. تو تابلوهای گیربکس اوپن داریم و کلوز داریم، تو تابلوهای گیرلس هم که همش باید کلوز باشه. خب تابلو فرمانی که ما میذاریم بالا: مینیاتوری، ترمینال، برد اصلی، کنترل فاز، کنتاکتور ران یا کنتاکتور موتور، کنتاکتور ترمز، درایو ترانس. اوکی، درایو وظیفش کنترل دور موتوره. برد اصلی برزت برسونم که فرامین به اصطلاح مغز کنترلی تابلو فرمانی که فرمان میده به درایو.
با توجه به ورودیایی که میگیره فرمان میده که آقا تو درایو موتور رو با دور تند بچرخون، با دور کند بچرخون یا با سرعت حالا ریویزیون بچرخون. کنترل فاز وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش اینه که فاز ما اگر یه فازش قطع بود یا افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ داشتیم، کنترل فاز ما میاد چیکار میکنه؟ فازا رو تشخیص میده، خروجی رو قطع میکنه، تابلو ما اجازه روشن شدن نمیده. حالا سیم کشیشو کردی میدونی. ترانس که 220 میگیره، یه 110 ولت برای مدار ایمنی ما میسازه، یه 24 ولت برای تغذیه تابلومون میسازه. دو تا کنتاکتوری که فرامینشو درایو میده. بعد مینیاتوری هم که برای حفاظت چیزاست، ولتاژاش و اینا هم ترمینال‌های خروجی. حالا بریم سر اصل مطلب ببینیم